رشد جامعه جهانی نشان میدهد که اون ملت‌های پیش میروند، اون ملت‌های موفقند، بگیم اروپایی و آمریکایی و غیره که بیشتر به علم‌های دقیق رو آوردند. من 5 سال در مرکز اتحاد اروپا زیستم. در یک بینو یا که در یک آشیانه با خارجی‌ها. اکثر دو مصرع شعر نمیدونند. ما هر یک سخنان رو با شعر سر میکنیم. اونا پیش رفتن، ما قفا مونده ایم. بگذار این فرهنگ ماست. بگذار همه شعر داند. ولی باید همه داند که فرزندش از خوردی در قطار شعردانی باید که فیزیک، شیمی، متماتیک، بیولوژی، فن‌های دیگر رو دانند که آینده رشد جامعه رو تامین میکنند. یعنی باید ما به خاطر رشد یک چند ساحه از ساحه‌های دیگر دست نکشیم، فراموش نکنیم اونها رو. ببینید مثلا حمایه رساله‌های نامزدی 70% این فن‌های گومانیتاری اند. حالا که 70% باید فن‌های تکنیکی، فن‌های دقیق باشند. چون که اونا میتونن رشد جامعه رو تامین کنند.